یک داریوش مهرجویی کارگردان معروف سینمای ایران و همسرش توسط تبعه‌های غیرانی، مشخصاً افغان، با ضربات پی در پی چاقو به قتل رسیدند. پیکر بیجان و غرق در خون این دو توسط دخترشان پیدا شد. متاسفانه یکی دارن مردم ایران عزیز رو میکشن و ما هیچ کاریم نمیتونیم بکنیم در مقابل این بی‌شرفا. 2. فیلم کنسرت تیلور سویفت گیشه سینما رو گایید و به فروش 130 میلیون دلاری رسید. بودجه این فیلم 10 میلیون دلار بود و از همه فیلم‌های امسال زودتر به سود دهی رسیده. قدرت 250 گرم کوس. تیلور سویفت با 250 گرم گوشت رکورد شکنی کرد. فیلم کنسرت تیلور سویفت کوس صورتی اولین فیلم تاریخی که همزمان از سینما اسکور نمره مثبت میگیره و هم تو سایت راتن تومیتوز نمره 100% رو داره. 3. زنافلیکس مستند باربی کاکا سیاه را از استریم شیاف میکند. این مستند درباره ساخت اولین عروسک باربی سیاه پوست است که چگونه موجب انقلاب فرهنگی در آمریکا شد. نتفلیکس همزمان با فیلم کسشعر باربی دیده تنور داغ این کسشعر رو میخواد بده بیرون. 4. ممه نمایی دعا کسل دختر بانوی قلب‌ها مونیکا بلوچی. گرد پای مامانش نمیرسه. 5. ویل اسمیت از زن کیریش جدا شد. جیدا پینک اسمیت جنده و کیری در مصاحبه‌ای اعلام کرد که 7 ساله که با ویل اسمیت نخوابیده و بهش کوس سیاهش رو نداده. حتی زمانی که ویل اسمیت کریس راک رو زد هم از هم جدا بودن و با اینکه رسمی نکردن ولی یه جورایی از همه جدا شدن. یعنی ویل اسمیت کیر زد به شخصیت و کارنامه خودش برای یک جنده کچل خارکسده. کریس راک خارکسده. با شنیدن خبر جدایی زن ویل اسمیت سریع رفته موخشو زده و بهش پیشنهاد دوستی داده. جیندا پینک اسمیت زن سابق ویل اسمیت در مصاحبه‌ای کوسیده که کریس راک بهش زنگ زده و گفته دوخی بیا با هم دوست بشیم خیلی دوست دارم باهات قرار بذارم. 6. شاهد تصاویر زیبا از اسکارلت جوهانسون میلف کوس کالباسی که خودشو دافولی کرد برای مراسم خیریه هستین. 7. قسمت دوم فیلم کیر نواز و کمر خشک کنه وکیل مدافع شیطان در مراحل اولیه ساخت و ایده پردازی قرار دارد. جهان پهلوان سلطانه مرام و معرفت کیانو ریوز برای بازگشت در فیلم موافق است، اما شارلیز ترون کوس اصلی و سلطان آلپاچینو وضعیتشون مشخص نیست. 8. میلی بابی قهوه‌ای 19 ساله کوسخل 2000 در مصاحبه جدیدش بکوسید که من الان یک فمینیست هستم چون یک فال بین بهم گفت بیداری فمینیستی خودم رو مدیون یک رامال هستم. وقتی اون بهم گفت من یک فمینیست بوگندو و پشمالو هستم تصمیم گرفتم که از این به بعد داستان زنان قدرتمند و کوس توپل را تبدیل به فیلم کنم. 8. جان کارپنتر کارگردان هالووین و The Thing باورم نمیشه عین کوس خلها نشستم باربی رو دیدم. پیام فمینیستی فیلم رو درک نکردم اما بازم فرقی نداره چون کوس شعر بود. جمع‌بندی فیلم باربی اینه که باربی اول فیلم میاد میگه من کوس ندارم اما آخر فیلم میگه میخوام متخصص زنان کوسم رو درمان کنم. کوس شعر محض بود. در کس شعر بودن تنها کوس صورتی مارگو رابی نکته شگفت انگیز این فیلم بود. 9. براد پیت دختر کوش و مارگو رابی کوس صورتی به بازسازی فیلم مرد لاغر اندام پیوستند. این فیلم شامل بکنهای یک زن و شوهر است. با نام نیکو نورا این وسط شوهر به تازگی پول کلفتی پیدا کرده و از کارگاه بودن کشیده کنار اما یه خارکسته میاد گولش میزنه و بهش یه پرونده گم شدن یه فرد رو میده. پرونده‌ای که کاش با دیلو بهش تجاوز میکردن ولی قبول نمیکرد. 10. و باری دیگر شاهکاری از مدگل البته از روی یوتیوبرهای آمریکایی که واقعاً فیلم بکنشون لو رفته اسکی رفته. کوسانزای کون گلابی و در آخر عزیز دلم تام هالند بازی در نیار. اون دکمه سابسکرایب و لایک رو بزن و زنگوله کنارشو هم بزن تا از ویدیوهای جدیدی که میسازم ازشون آگاه بشی و در جا شیافشون کنی.